ببخشید فقط میخواستم بگم گلتون افتاد، همین. لا 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 لا. صبر دل من سر اومده باز، مهتاب در اومد و نیومده یار. وای که انتظار میکشه منو، دل بیقرار میکشه منو. وای وای میکشه منو، دل بیقرار میکشه منو. دلی پر از عشق تو با یاد تو و چشم منو حسرت خواب. دلم براش پر میزنه، وای اگه خوابش ببره. بازم بمونه دل من تا به سحر در تب و تاب. کاشکی بخونم. مرسی شیوا جان. میتونم ازت خواهش بکنم آهنگ بعدی رو بخونی؟ چشم. عشقم رو با تو دیگه قسمت نمی کنم من، به اون دل سیاهت عادت نمی کنم من، عادت نمی کنم من. دیر اومدی خیلی دیره، جای دیگه دل اسیره. حرفای قشنگ اصلا توی گوش دل نمیره. دیدمت نگاهت عاشقانه بود، از گذشته ها برام نشانه بود. سلام تو شنیدم، نگاه عشق و دیدم، اما دلم نلرزید انگار تو رو ندیدم. درنن درنن درن نیر اومدی خیلی. مرسی. به این میگن 150% انترتینمنت. به خاطر همینم بود که من میخواستم برنامه اکسترای امروز رو فقط به ایشون اختصاص بدن، ولی حیف که انقدر شرکت کننده زیاده و وقت برنامه ما محدود.